پاشید شبونه بریم کوه. ساعت 7 با تیم حرفه‌ای هدی رفتیم توچال. تو مسیر این سگ خوشگل و لوس و ناز کردیم که البته بیشتر شبیه گرگ بود تا سگ. هوا عالی، تهران زیباتر از همیشه، آسمون پر ستاره، دیگه وای نگم براتون چی بود و چی شد. همینطوری رفتیم تا رسیدیم ایستگاه توچال. اونجا کمی استراحت کردیم و توشه راهمون رو خوردیم و ساعت 10 بود که برگشتیم پایین. تو مسیر برگشت کفشم حسابی پامو میزد و اذیت میکرد تا لیدر مهربونمون از خودگذشتگی کرد و کفشش رو با من عوض کرد. هفته بعد دوباره شما رو ببینیم. نظرش نبوده ولی تو دلش داره میگه که من نمیخوام شما رو ببینم هفته بعد. ساعت 11:43 رسیدیم پایین و دیگه نایی نمونده بود که پیاده بریم. واسه همین سوار مینیبوس شدیم. سلام بچه پشت سلام، ما داریم میریم.